سلام، امید که خوب باشی. 3 تا حرکت ساده میخوام بهت بگم که درد کمرتو خوب میکنه. اولین حرکت اینه که به پشت دراز بکش، نافتو به سمت داخل بکش و گودی کمرتو پر کن. 3 ثانیه نگه دار و رهاش کن. دوباره به سمت داخل بکش نافتو، 3 ثانیه نگه دار، رهاش کن. این حرکت رو میتونی 10 بار تکرارش بکنی. یا اینکه اگه خیلی برات ساده بود کف پاهاتو به هم دیگه فشار بده، یه مقدار کمرت به سمت بالا میاد. دوباره نافتو به سمت داخل بکش، 3 ثانیه نگه دار، رها کن. بکش، نگه دار، رها کن. برای حرکت بعدی یه پا رو صاف و کشیده روی زمین نگه دار، پای دیگر رو زانو رو خم کن، بیار بالا، با دستت فشار بده به سمت عقب، بعد پای مخالفشو و دست مخالفشو بکش بالا، نگه دار. این حرکت هم میتونی 3 تا 10 تا تکرارش بکنی. حرکت بعدی که خیلی فواید زیادی داره و فکر میکنم که تقریبا همتون دیگه بلد هستین، حرکت ستو باندھا ساروانگاسانا یا پل هستش. کف پاهاتو میذاری روی زمین، دستا کنار بدن، هیپو بکش بالا و بمون. 3 ثانیه نگه دار، عضلات شکم و لگن درگیر، بیا پایین. دوباره بیا بالا، نگه دار، بیا پایین. این حرکت هم میتونی 3 تا 15 تا تکرارش کنی. این ویدیو رو سیو کن که تمرینش بکنی و مدام تکرارش بکنی. میدونم که میدونی بدون تکرار فایده ای نداره. لایک و کامنتت هم مثل همیشه به هم انرژی میده.